با سلامی دیگر باره از دفتر مرکزی رادیو زودی در شهر پراگ شاله گلخوجه هستم عزیزان در خدمت شما. حالا در جمهوری چخ ساعت رسیده است و متناسباً در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ساعت 1 و چون معمول در همین وقت ما برای شما بینندگان عزیز سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان را ارائه میکنیم و بعد از این یعنی بعد از 3 ساعت دیگر بازم با شما وا میخوریم در پخش مستقیم در تقدیم برنامه خبری با تفصیلات همین خبر گزارشی که حالا برای شما خواهیم گفت. امیدوارم که با گوش و هوش تام رو گوش دارید و چند دقیقه خودتان رو با ما میبخشید تا اینکه بدونید که چه گپ‌های مهم هست. برفی بر وقتی در تاجیکستان علاقه زیانی خود را رسانده است. شروع از دیروز یک بار بود هوا در تاجیکستان تغییر کرد و در بعضی مناطق کشور باران به برف تبدیل یافت. از سرگوشه تاجیکستان خبر می رسد که این برفی غیر انتظار به حاصل باغداران تاثیر خود را گذاشته است. همکاران ما با یکی از نایه‌های کشور رفتند تا وضعیت را از نزدیک نوار بگیرند. منتظر باشید، در برنامه امروز خبری در این مورد گزارش خواهیم داشت. ضمناً باید تاکید کنم که امروز نیز هوا در تاجیکستان سرد باقی میماند. پیشگویی می شود که در بیشتر منطقه ها باز هم باریدن باران به برفی تر تبدیل یابد. امروز در پارلمان تاجیکستان وضع بانک‌های کشور را بررسی کردند. همچنین به قانون تغییرات وارد کرده شد که صلاحیت تشکیلات‌های قرضی را بیشتر می‌کند. مثلا شما اگر از بانک و یا دیگر نهادهای مالی قرض گرفتید و آن را برگرداندن نتوانستید، بانک و دیگر تشکیلات‌های مالی می‌توانند بدون پرسپرس و منتظر قرار دادگاه شدن مالی در گرو مانده شده را به سودا گذارند. این تغییرات در حالی وارد کرده شد که در 2 سال اخیر نزدیک 45 بانک و سازمان‌های قرضی در کشور مفلس شدند. 2 روز پیش امالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان هم از نظام بانکداری در کشور انتقاد کرد. از سال 2016 و بعد کاهش واردات پول فرستاده مهاجران تاجیک، بانک‌ها با بحران دست و پنجه نرم می‌کنند. دولت تاجیکستان از بیم نارضایتی مردم که در اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک صدها میلیون سومانی پس‌انداز دارند، آنها را از ورطه مفلسی رهاند. ولی بانک‌های خرده به مثل فونون بانک و توچپرون بانک پرداخت پذیری خود را از دست داده فعالیتشان قطع شد و تا به حال هزارها نفر مشتریان بانک‌ها که امانت گذاشته بودند پس‌اندازهای خودشان را گرفتن نمی‌توانند و طور ما بارها هم گزارش دادیم آنها سرسان و سرگردان هستند. زندگی در واگونی که عادی‌ترین شرایط برای زنده ماندن در فصل سرما را ندارد. از سقفش آب می رود و تیره‌هایش به جای شیشه با سلفان محکم شده. فکر میکنم شما هم همین حالا داخل این واگن را در ذهنتان تصویر کردید. اکنون تصور نمایید که چگونه 6 کودک نابالغ در چنین شرایط به سر میبرند. گزارش داریم از بیان زندگی به اصطلاح وحشتناک یک خانواده در یکی از دهه‌های سور. این بار وزنی روزگار را حتی پدری عائله تحمل نکرده خانواده را ترک نمود و یتیم خانه ها نیز دیگر نمیخواهند مسئولیت تربیت کودکان را از خانواده های کم بزیاد برداشت بگیرند. شما نیز اگر در برنامه ما را بعد کمتر از 3 ساعت همراهی کنید، پس خواهید دید که چگونه مادر این کودکان که خود خط و سواد ندارد از آینده فرزندانش نگران است. قربانی تجاوز شدند اما کسی به دادشان نمی رسد. خشونت نسبت زنان تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی پدیده رایج است. مثلا در تاجیکستان در یک سال اخیر بیش از 130 زن و دختر تاجیک در پی خشونت خانوادگی در بیمارستان ها بستری شده تحت نظارت پزشکان قرار گرفتند. سال گذشته در کشور حدود 500 حادثه قصد خودکشی و خودکشی زنان ثبت شده است. مقامات گفتند بخشی عمده این زنان در پی خشونت خانوادگی قصد به جان خود کردند. سازمان هیومن رایتس واچ میگوید قانون مخصوص جلوگیری از خشونت خانوادگی در تاجیکستان که سال 2013 قبول شده است هنوز هم پورا به کار نمیکند. وضعیت در کشور دیگری همسایه تاجیکستان از این بهتر نیست. منظورم قرقیزستان است. طبق آمارهای رسمی تنها در 1 سال اخیر در این کشور حادثه های تجاوز به ناموس بیش از 10% افزوده است. در بین قربانی ها حتی دختران نابالغ و پیرزن 71 ساله نیز هستند. این قربانی ها با همکاران ما صحبت کردند و شما نیز می توانید بشنوید که از سر آنها چی گذشته است و چگونه جنایتکاران در نهایت به جزا ماندند.
پولро бегона накунед. ҳукумати Тоҷикистон аз муҳоҷирони тоҷики бурунмарзӣ даъват кардааст ки дар сармоягузории иқтисоди кишвар фаъол бошанд. Бо ин ҳадаф ҳатто нақша доранд ки фонди махсусро ташкил намоянд. Аммо сармоягузорони муқими Русия дар мавриди ин пешниҳод чӣ назар доранд? Ин мавзӯъро ҳам дар барномаи имрӯза таҳлил хоҳем кард. Хуб бинандагони азиз, ин поёни рӯз нест ва тавре шумо медонед рӯз нав шурӯъ шудааст ва хабару гузоришҳои зиёд ҳаст ва ҳамкорони мо дар ҷустуҷӯи бозам матлоби ҷолиб ҳастанд ва фикр мекунам то шурӯи барномаи хабарӣ мо матлабҳои дигарро низ дар даст хоҳем дошт ва пешниҳоди шумо мекунем. Аммо агар шумо низ то он дам шояд ягон хабаре шудед, ягон ҳодисае шудед, пас бо мо тамос бигиред тариқи имо вайбер ва ватсап. Рақами мо бошад 420 аст 724 053 959. ман бошам. шуморо баъд аз 3 соат дигар дар пахши мустақим мунтазир мешавам.